خیلی هاتون برای این فرم زامبی هم فرم ایکس پی بسازین که خب من خودم بلد نبودم، اما از یه یاد گرفتم گفتم سریعا بیام به شما هم آموزش بدم. خب ببینین الان این فقط یه راه داره برای ساختنش. خب ببینین الان من اینجا زامبی رو اسپان میکنم، ببینین اینجوری میشه. خب ببینین الان از اینجا پایین هم نمیتونم بیان، چون از اینجا باید بزنینشون. ببینین الان من هرچی هم میزنمشون نمیتونن اصلا بیان پایین. وسایل مورد نیازمون یه دونه اسلپه، یه دونه اسکامبریکسه، یه دونه آبه یا همون حالا به زبون ماینکرافتی وادر، و یه دونه گلاس که خب حتما باید بگیرین. ویلیجر هم جزو یکی از ماب ها بگیرین، چون زامبی فقط ویلیجر رو میگیره. تو سرور هم نیستیم که بخوایم خب اونجا ماب بذاریم، یا حالا همون یه بنده خدای آدم را. خب ببینین من اینجا رو 3 به 3 میکنم، یه همچین چیزی. خب همینو با 12 تا داخل میرم. خب من الان این 3 در 3 تونل حالا 11 الی 13 تا رو چیدم. خب حالا الان باید یه حرکت دیگه ای بزنیم. اینجا رو دو تا بشنارین، 1 2 تو ردیف سوم اینو بزنین. خب این میشه یه همچین چیزی. حالا هرچی چرت و پرت اینجا هست رو باید شما بکنید، همه چی رو شما باید از اینجا بکنید. خب الان اینجا فقط یه گرس ساده شد. خب حالا اینجا باید شما چیکار کنید؟ بیاین اینجا یه دونه سیگن بگیرین اینجا بذارین. خب دقیقا اینجوری. حالا وادر رو بگیرین توی گوشهای اینجا بریزین وادرتون. الان مدیم. حالا گلاس رو بگیرین از اینجا تا طول 2 سانتیش بیاین، 2 سانتی بخش دو بلاکیش بیاین. حالا تا اینجا ادامه بدینش. خب حالا یه دونه از اینا و یه دونه ریل نیاز داریم. خب من ریل رو میذارم. خب اینا میذارم. حالا همه اینا رو میبندم، همه اینا رو میدیم. حالا یک گلاس اینجا میذاریم، ویلیجر رو میزنیم که بیاد اینجا. حالا دورو بر اینو میپوشونیم. خب ببینین الان من اینو اینجوری کردم. حالا شما بیاین برین داخل. اینجا باید الان یه کاری بکنیم. اول که خب یه منبعی برای روشنایی مثل تورچ بگیرین که خب بتونین ببینین دور و برتون. حالا اینجا رو خالی کنین. خب اینجوری که خالیش کردین واسه اینجا زیرشون هم خالی کنین، دقیقا به این شکل. حالا شما بیاین پایین، اینجا رو بکنین به فاصله 4 تا بلاک. حالا همینو برین بالا. واسه اینجا یه دونه در بذارین یا همون ترپتورز اینجا بذارین. اینجا میشه گذاشت، اینجا میشه، اما خب من اینجا میذارم اکثرا. حالا اینجا برای چیه؟ برای ورود. یه دونه اسکافولینگ بذارین اینجا ریل میذارم. حالا
اسکافولینگ هم نباشه میتونین یه دونه نردبون بذارین براش. ببین مثلا اینجوری دمیج نخورین براش. خب الان که ما اومدیم پایین، حالا تکلیفمون با اینا چیه؟ ببینین اینجا، خب ببینین دقیقا به همین شکل من الان یه لحظه ببخشید. خب الان من اینجا به همین شکل یه دونه اسلپ سنگی گذاشتم. خب الان فارم ما آماده است. عمل کردش هم ببینیم. از زامبی اینجا اسپان میکنم. خب ببینیم الان رفت. خب به همین راحتی. اینم از محتوای امروز. ممنونم نگاه کردنتون. ببخشید وقتتون رو گرفتم. فعلا.